درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. خبرهای ورزشی از MMA شروع کرده تا بوجیل شahmat هم ورزش است. دوستان، در لیگ ACA 203 که در ازبکستان برگزار شده بود، همون بونوس شام جنگ با آیت‌الله مومینوف داده شد و حریف او قاچاروف از قرقیزستان. آیت‌الله مومینوف $20,000 گرفت و قاچاروف $10,000 و با یک بونوس دیگه با ورزشکاری تاجیک امام مهدی آرزوزاده سپرده شد $5,000 که این خیلی خوب است و $5,000 دیگر هم ظریفوف گرفته بود. سه ورزشکاری تاجیک بونوس گرفتند و این در یک لیگ بهترین جهان که سه ورزشکاری تاجیک بونوس گرفتند و دست بالا شدند، این خیلی افتخار است. و دوستان، مبات اودینایف از نمود موای تای در لیگ بنگلا فایتینگ چمپیونشیپ صاحب کمربند شد. ما مبات اودینایف رو تبریک میکنیم و او قهرمان این لیگ شد، صاحب کمربند. دورابشون ابوتوف 30 مای همین آخری ماه با حریف خودش میچل فیگلاک در بلگراد میجنگد. 30 مای میشود این محاربه فایت نیشن چمپیونشیپ در لیگ فایت نیشن چمپیونشیپ و امیدواریم که حاضر دورابشون ابوتوف در اروپا هست، در اروپا هست، آلمانیا اروپا میگن و در اینجا زندگی میکند، تمرین میکند و امیدواریم که از اروپا با لیگ های امریکا رفتن آسان تر است و امیدواریم که دورابشون ابوتوف روز 30 مای دست بالا می شود و برای کمربند فایت نیشن چمپیونشیپ می جنگد. اوتابک رجبوف ورزشگری شکست ناپذیر تاجیک 5-0 بر ضد شوسوک کینوشیتا یاپونی می جنگد روز 28 ایون، ماه دیگه آخرش. و با فکر من که همین جنگ برای کمربند همین لیگ می شود، پنکریس 363 و امیدواریم که اوتابک رجبوف دست بالا می شود و شکست ناپذیر می ماند و قهرمان این لیگ می شود. دوستان، با ورزشکاران تاجیک موفقیت آرزو نمایید و دعا کنید که اونها همیشه دست بالا باشند. بعد سرورجان حمیدوف، دوستان، سرورجان حمیدوف که در لیگ PFL می جنگد در امریکا، روزی 27 ایون محاربه دارد بر ضد جاستین ویتزل و امیدواریم که سرور حمیدوف دست بالا می شود. او همگی یک باخت دارد، 16 برده یک باخت دارد. همین هم ناحقانه او رو چی کردند، همون غلبه رو از او دزدیدن بگیم میشه. و 27 ایون در امریکا در کالیفرنیا او بر ضد جاستین ویتزل در لیگ PFL می جنگد. یک ورزشکار دیگر جمشید گانیف در لیگ یانگ ایگل در لیگ ACA یانگ ایگل ACA جنگید و دست بالا شد. خیلی حریفی پرخواد رو شکست داد و امیدواریم که محاربه آینده شد در ACA اساسی برگزار میکنه، چون که خیلی جنگاور خوب است و جمشید غنیف رو ما تبریک میکنیم و امیدواریم که ما به نزدیکی او رو در لیگ ACA اساسی میبینیم. بعد یک خبر خوش دیگر، محیدین اسداللهف جدوکاری جوان تاجیک در وزن 73 در زینه اول جهانی جای خود را معین کرد و در وزن 66 باشد. نورعلی امامعلی دو تا از روی خودها او جای زینه اول را در همون جودوی جهانی چی کردند، جایگزین کردند و آنها حاضر جای اول هستند در وزنهای خودشون از نمودی جودو که این افتخار است برای مردم تاجیکی. دو نورس تاجیک، دو بچه تاجیک این زینه های اول رو در جودوی جهان گرفتند. بعد بحریدین جلیلوف که بلاگر و منیجری دروب فایت است به فکرم، او کوشش دارد که نورالله علیف و لایق رجبوف در ACBGG در BGG همون ACB اشتراک کنند و او حاضر آمادگی دکومنت حجت ها رو دارد و به نزدیکی ما نورالله علیف و لایق رجبوف رو در ACBGG خواهیم دید. و دوستان، با شما سوال، شما بر ضد کی میخواهید این دو تا ورزشکاری تاجیک رو ببینید؟ بر ضد کی گوشتین در نمود BGG گوشتین گیرن؟ خیلی جالب است. فکر میکنم که نورالله علیف خیلی گوشتینگیری خوب است
و لایق رجبov هم خیلی شد که جنگ نکرده است و امیدواریم که او خودش رو خوب نشان میدهد. شما بسیار سوال داده بودید درباره انیس یعقوبوف که کجا شد، برای چی برای کمربند نجنگید. او برای کمربند باید میجنگید و متاسفانه وزنش رو کردن نتونست. اینم اینقدر خوب نیست، چون که این همون ورزشکار یک همون در این اساسا در ساحه ورزش اونقدر عمری دراز نمیبینن. عمری دراز من از کدام خاطر میگویم که همون وقتی که ورزش میکنی، همون ورزشی تو شاید که 5 سال 10 سال طول میکشد و بعد 10 سال تو تمام دیگه تو نمیتونی جنگ کرده. تو همون بدن دیگه همون چیره ندارد، سرعت ندارد، پرقوتی را ندارد و تو با این خاطره میتی و انجام میتی این ورزش رو. برای همین انیس یعقوبوف وزنش رو کردن نتونست. این یک به احترامی از طرف انیس یعقوبوف است. باید وزنش رو میکرد و برای کمربند میجنگید. این یک شانس خوب برای انیس یعقوبوف بود. و به هر حال روز 6 ایون تقریبا 3 هفته بعد انیس یعقوبوف بر ضد ورزشکاری ازبکستانی امیرجان غفوروف در لیگ منگو MMA در ازبکستان میجنگد و در شهر سمرقند و امیدواریم که دست بالا می شود. و خوب می شد که انیس یعقوبوف در تایلند بر ضد ورزشکاری آمریکایی می جنگید و دست بالا می شد. این شانس بود که با او برای آمریکا رفتن نزدیکتر شود و متاسفانه وزنش رو کردن نتونست و روز 6 ایون در سمرقند در لیگ منگو بر ضد امیرجان غفوروف می جنگد و امیدواریم که دست بالا می شود، چون که انیس یعقوبوف خیلی جنگاور خوب است و با تخلص سنایپر خیلی مشتهای قوی دارد. بعد آخرین خبر در ازبکستان قهرمانی آسیا به انجام رسید که نورستان تاجیکستان هم در اونجا اشتراک میکردند. 15 و 17 ساله و در تاجیکستان بوکسچیان تاجیک 4 مدال گرفتند. انوشروان صدیقوف در وزن 46 کیلو در فینال حریف ازبکستانیش رو شکست داد و سزاوار جای اول گردید و بهروز عمروف در وزن 54 حریف ازبکستانیش رو در فینال شکست داد و سزاوار جای اول گردید. محمد جان سلیمانوف 58 کیلو مدال برنجی و عزیزه خان باباجانو و دخترک تاجیک در وزن 52 کیلو صاحب مدال برنجی. دوستان، انوشروان صدیقوف 46 کیلو و بهروز عمروف 54 کیلو صاحب مدال طلا شدند و در فینال صاحبان میدان رو از ازبکستان شکست دادن که بوکسچیان ازبکستان یکی از در جهان جای اول هستند. در نمودی بوکس ازبکستان در جهان جای اول است، چون که نمیدونم 5-6 تا قهرمانی المپی دارند، قهرمانی جهان دارند و برای شکست دادن بوکسچی ازبکستانی این یک افتخار است دوستان که بوکس تاجیک به سطح بلند و درجه بالا رسیده است و ما این نورستان تاجیکستان رو تبریک میکنیم و امیدواریم که اونها به نزدیکی در مجزنی بزرگسالان هم قهرمان جهان خواهند شد. دوستان، این بود خبرهای ورزشی در کانال مشتی تاجیکی. ابونه شوید، فکرتان و اندیشه هایتان رو نویسید در کامنت ها و با ورزشکاران تاجیک بردباری ها نویسید در کامنت ها. دعا کنید که اوها همیشه دست بالا شوند و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارند. خدا حافظ. امیدوارم که همتون از این خبرها شاد شدید و یک بار دیگر در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یارو یاورتان باد.